همونطور که میبینید صندلی پیاده کردیم آوردیم پایین. سیمای موتور صندلی که عقب جلو میکنه صندلی رو از سیم کشی جدا کردیم به وسیله سیمای باتری به باتری. یه باتری آوردیم اینجا گذاشتیم که برق مستقیم میدیم. از پایین ببینیم مشکل صندلی چیه. حالا که پیاده کردیم سیما رو جدا کردیم برق مستقیم میدیم، همینطور که میبینید یه سمت صندلی عقب جلو میشه، سمت چپ. از سمت دیگه اصلا حرکتی نداره. خب این مشکل از این صندلی دو تا محور داره، یه محور سمت راست، یه محور سمت چپ. اینا سمت چپیش مشخصه. ببینید بیا جلو. خب مال سمت چپ. سمت راست هم از اینجا از موتور میاد وصل میشه داخل این پایه که صندلی عقب جلو کنه. احتمالا این سیمه بریده. بعد باز کنیم ببینیم چطوریه. خب محور سمت راست در آوردیم که نشون شما بدیم. همینطور که میبینید یه سمت محور سالمه، سمت دیگهش خورده شده. سیما کلا خورده شده. به خاطر همین یه طرف صندلی جلو میشده، یه طرف صندلی هم عقب جلو نمیشه. خب حالا بریم عوض کنیم. خب محور سمت راست عوض کردیم. حالا بریم واسه تست. برق مستقیم بدیم. دو تا پایه عقب جلو میشه. یه خورده صدا داره، اونم به خاطر لرقیه اینه. اونم بگیره درست میشه.